سلام، من حامد سهیلی هستم. اینجا کانال یوتیوب منه و من قراره در مورد داگز و سایر ایردراپ ها براتون صحبت کنم و اینکه آقا داگز رو ما کی بفروشیم و رو چقدر هست قیمتش و حالا در چه وضعیتی قرار داره، پلیرها چقدر پول گرفتن و قراره چه اتفاقی براش بیفته. در مورد ارز تون که سرشبکه داگز هستش براتون صحبت میکنم. در مورد آقای دورف صحبت میکنیم که دستگیر شده بودن و سایر ایردراپ ها. با ما همراه باشید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، لطفاً یه لایک هم اگر انداختید که دم شما گرم، کامنت هم که دیگه فلوها. ممنونم. بریم برای ادامه ویدیو. خب همین اول داستان بهتون بگم همستر بازا که از الان به فکر انتخاب رنگ ماشینشون باشن و یه واقعیت، دروغ دارم نمیگم بهتون. ببینید داگز که نه ایردراپ بود نه حالا مثلا تسکای خاصی داشت، روز یک بار می اومدید توشون میرفتید، 2 ماه اومد و لیست شد و یه بازیکن معمولی مثل من که مثلا 55,000 تا دونه از این توکن رو داشت، یه چیزی حدود 4,500-600 الانی که تا زال کف قیمتشه شما گیرت میاد. یه ذره بره بالاتر طبیعتا بهتر. کی بفروشیش هم بهتون در آخر مطلب عرض میکنم خدمت شما. در مورد همستر هم بگم که آقا همستر رو اینایی که بازی کردن بالای 6 تا مثلا 6 میلیون پروفیت دارن، 300 تا کلید گرفتن، برای چی ول میکنید؟ آقا شما کاری که باید برای اون پلتفرم انجام بدید رو دادید، آیدی تو اونجا ثبت کردی، رفتی تپت اونجا انجام دادی، کانالاشو سابسکرایب کردی، ویدیوهاشو دیدی، کاری که باید برای اون کانال انجام میدادی، برای اون همستر یا هر ایردراپ دیگه انجام میدادی رو دادی. الان نوبت اینه که شما به عقد برسی. این که الان سختش کردن، یه مقدار تعداد اون کلیدا رو بردن بالا، برای اینه که خب میخوان تعداد کسانی که توکن میگیره رو کم کنن. یعنی اونا هدفمند این کار رو انجام میدن، قرار نیست راحت باشه. هر هیچی آسون به دست نمیاد رفقای من. یعنی اگر دیدید به قول معروف میگن پنیر مفت تو تله موشه، پس باید سخت باشه. اگر راحت باشه هر کسی نمیتونه بهش برسه، هر کسی نباید اصلا بهش برسه. و اگر قرار باشه دست همه به یک سان باشه، اگر قرار باشه همه یه مقدار توکن ببرن که خب اصلا عدالت رعایت نشده و اونا با هم به هدفشون نخواهند رسید اینجوری. و طبیعتا میان سختش میکنن، یه عده‌ای خیلی بگیرن، حالا یه مقداری هم از این مردمایی که آدمایی که نصف نیمه اومدن یه تعداد توکنی هم میگیرن. ولی در کل کسانی که ادامه میدن به نظر من توکن خوبی نصیبشون میشه. یعنی اون کلیدها بعدا شما رو خیلی جلو میندازه. در مورد سایر ایردراپ ها مثل بلوم، مثل سی ایکس، تابسوآپ، حالا مینفای، ارزم به حضور شما تایم فارم، اینایی که کامیونیتی بالایی دارن، اینا هم احتمال لیست شدنشون خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاست و احتمال پول شدن اینا هست. خیلی بهتر از داگز، خیلی بیشتر از داگز میتونید کسب درآمد کنید از این داستانا. پس ول نکنید. خیلی من میدونم خیلیاتون خیلی از این ایردراپ ها رو زدین، نصف کارو ولش کردیم، ولی الان موقع ول کردنش نیست واقعیت داستان. یعنی یا نباید می اومدین، یا اگر اومدید به نظر من این چند هفته رو هم با این ربات ها همراه باشید تا لیست بشن. اون وقت که لیست شدن شما وقتی پول دستت بیاد خب ترغیب میشی تا ادامه بدی این داستان رو. در مورد ارز تون هم که سر شبکه این ایردراپ هست، باید بگم از موقعی که های دورفت دستگیر شد متاسفانه یه مقدار ریزش، یه مقدار که خیلی ریزش داشته. الان برای اونایی که میخوان هزینه این ایردراپ ها رو، بالاخره شما هر رباتی رو بخوای رو کلایم کنی، یعنی پولتو برداشت کنی ازش، باید یه چند دهم تن داشته باشی. الان برای اینکه اون مثلا 1-2 تا تن، 2-3 تا تن توی ولتتون داشته باشید مناسبه. الان قیمت ها پایینه، میتونید بخرید و حالا اون کمیسیونی که باید برای ربات ها پرداخت کنید رو میتونید از اونجا رو به راحتی به دست بیارید. حتی میتونید با پول همین داگز برید به راحتی تون بخرید و کارتون رو راه بندازید. تون هم الان ارزشش اومده پایین، میتونید راحت بخرید. به محض این که پاول دورف آزاد بشه، ببینید این آدم که تا ابد قرار نیست تو زندان بمونه و قرار نیست، نمیتونه دولت فرانسه به این راحتی این رو تا ابد نگه داره اونجا. تو همین روزاست که بیرون بیاد. زمانی که بیرون میاد پلتفرم خودش رو به خاطر اینکه نرفته اطلاعات شخصی کاربران رو در اختیار دولت فرانسه بذاره، پلتفرمش امن جلوه داده میشه. خودش محبوب که بود محبوبتر هم میشه. ارزی هم که داره، همین ارز تون خیلی خیلی با ارزشتر، حتی از قبل با ارزشتر هم خواهد شد و به تبع اون
زیر شبکه‌هایی مثل داگز، مثل نات کوین، مثل تپ سواب و همستر و بقیه اینایی که زیر شاخه تون هستن قیمت خیلی بالایی میگیرن و پول خوبی دست اونایی که تو این بازی ها موندن میگه. طبیعیه، سخته و قرار نیستم راحت باشه. در پایان ببینید زمان فروش داگز وابسته به آزادی آقای پاول دوروف از دست فرانسه، دولت فرانسه و آقای امانوئل مکرون هستش که باید خلاصه ببینیم کی ایشون از بازداشت دولت فرانسه بیرون میان و اون موقع است که میگم تون بالا میکشه، امنیت تلگرام به همه نشون داده میشه و خب طبیعتا شبکه هم رشد خوبی خواهد داشت. داگز و همستر و تپ سواب و همه اینا وابسته به این هستن. همین الانی که داشتم این ویدیو رو ضبط میکردم بینش دوستان به زنگ زدم و قیمت داگز رو که دیروز 70 خورده بود رو الان فکر کنم به 94 تومن 94 تومان ایرانی رسیده، 940 ریال. ارزم به حضور شما خب خبر خوبیه، رشد کرده. حالا مثلا ما دیروز 4500 میشد پول داگز ما، امروز شده 5 خورده ای، 5 مثلا 200. همینه دیگه. یا میبینی مثلا قیمتش 2 برابر میشه، خب یه پول خوبی دستو میگیره، اندازه یه گوشیه چه میدونم برای کاری، چه میدونم این چیزی خلاصه میتونید باش تهیه کنید و ارزش این وقتی که گذاشتیم رو قاعدتاً داشته. و بحث آخری هم که میمونه که عجله نکنید، فقط تون کمیسیون رو بخرید از صرافی‌های معتبر ایرانی و وقتش هم که دیگه هر موقع دیدی آقا اینجا به نظرت مثلا آقا دارم مثال عدد میگم، مثلا رفت دونه 120 تومن، میگه آقا اوکی اینقدر دارم ضرب در 120 تومن من راضیم، بده بره. اون موقع من این عدد رو به عنوان مثال گفتم، حالا شما میتونید اعداد بالاتر یا پایین‌تر از این رو بگیرید. در آخر ممنونم که به عرایض بنده گوش کردید، مرسی که وقت گذاشتید. هر چیزی که خودم رو میدونستم صادقانه خواستم در اختیارتون قرار بدم. ممنونم که همراه ما بودید. در پایان اگر کانال ما رو حمایت کنید، یه سابسکرایب انجام بدید، لایک انجام بدید، تونستید برای دوستانتون هم بفرستید. واقعا این خبرها واقعیت بود و ما دنبال ویو گرفتن الکی نبودیم و سعی کردیم بنا رو بر روی صداقت بگذاریم. ممنونم، روز شما بخیر. انشالله به امید تریدهای موفق، به امید ایردراپ ها و لیست شدن های بیشتر و پول بیشتر برای شما عزیزان. مرسی.